الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، چندین بار است که برادران از ما سوال میکنند که به ما نمود یا که طرز نکاح کردن سنتی را بیان نمایید و اصلا نکاح سنتی چگونه است. بارک الله فیکم. در حقیقت در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابگان نکاح میکردند و نکاح معروف است. و اولا میگوییم که نکاح این طور است که پیش از نکاح عروس و داماد با شاهد وقتی که همدیگر را میبیند، مثلا یک جوان مرد یک جوان دختر را پسند میکند یا که خبر مییابد که در یک خانواده عائله صالح و سالم صالحه یک دختری وجود دارد، سن سالش به سن بلاغت رسیده است و میخواهد که نکاح بکند، در این حالت البته با شاهد این جوان میتواند که این جوان دختر را ببیند. با شاهد البته در حالت تنهایی دیدن حرام است. لا یخلون رجل بامرأة فإن ثلاثهم الشیطان. حدیث است که رسول الله میگن مرد و زن تنها نیستند، زیرا که سومینش این شیطان است. بارک الله فیکم. وقتی که جوان مرد و جوان دختر همدیگر را دیدند و به همدیگر پسند آمدند، همدیگر را قبول کردند، در این حالت از خانواده پسر به خانواده دختر خواستگار می رود. این را خطابه میگن، یعنی به نزد دختر خواستگار می روند. البته خواستگار را نه از خود دختر بلکه دختر راضی شد اکنون از ولی دختر که این پدری دختر است، اگر پدرش نباشد برادر، اگر برادر نباشد بابا، عمک، طرفی پدری، اینها ولی هستند و از اونها می روند خواستگاری میکنند. وقتی که ولی خواستگاری را قبول کرد، این جوان به ولی هم اهل عائله این جوان و دیگر چیزهای حیات این جوان به ولی پدری این عروس دختر معقول شد، در این حالت ولی دخترش را چی میکند؟ میدهد، یعنی میگد که ما راضی هستیم. البته دختر رو میپرسند، دختر که راضی هست، بعد از این پدر و دختر همه میگن که ما راضی هستیم و ان شاء الله این دختر زنی تو هست. اما حالا نکاح نید، اینجا مخاطبه، یعنی در اینجا حالا مخاطب شد. بعد از این میتواند که چخیلی که بعضی از علما فتوا میتند به هم دیگر صحبت کنند، نه صحبت های فحش و فاحشه اعوذ بالله من ذلك، بلکه بعضی از صحبت هایی که برای یعنی حل و فصل نکاح و بعضی از مسائل. و بعد از اینکه این عمل شد باید نکاح کنند که به هم دیگر حلال شوند و زندگی کنند. نکاح چگونه است؟ معروف است که دختر راضی شد، پسر هم راضی شد، در این حالت نکاح با ولی می شود، یعنی ولی دختر، پدری دختر، یا که اگر ولی دختر آمده نتواند از نام خودش یک کسی دیگر را کفیل نماینده می کند، به یک جا می نشینند، خواه در خانه پسر یا در خانه دختر، خواه در یک دیگر جای می نشینند که باید داماد باشد، 2-3 نفر شاهد باشند، 2 نفر شاهد باشد و ولی این دختر باشد. در اینجا یک نفری که از سنت رسول الله با خبر است اینها را نکاح میکنند. نکاح چگونه است؟ اولا مرد رو میپرسد که آیا، یا که اولا این ولی رو میپرسد که آیا شما دخترتون رو که مثلا فلان است بنت فلان به همین مرد که در رو بروی شما ایستاده است همچون زن دادن هم تو بخشیدن راضی هستید؟ ولی میگه که بله من راضی هستم. چرا که ولی از نام دخترش صحبت میکرد، دخترش رو پیشکی پرسیده بود در حالت خواستگاری کردن. دخترش راضی است، از نام دخترش ولی صحبت میکرد، بله من راضی ام ولی میگه. و بعد از این جوان داماد رو میپرسد که داماد شاه امروزه آیا شما راضی هستید که همین دختری که بنت فلان هست به زنی قبول بکنید؟ مرد که پیشکی دیده بود، پیشکی راضی شده بود از جمال دختر، از نسب دختر، از راضیگی دختر که با خبر است، بله میگه راضی هستم، قبول کردم. یعنی هر دو طرف هم دیگر رو قبول میکنند. بعد از این در یک ورقه اگر خواهند می نویسند، نخواهند نمی نویسند، چیزی نیست و البته مهر رو معین میکنند. حدیث همین است که مهر رو باید وزنین نکنند. $100 است، $200 است، $300 است، چقدر مقداری که ولی خواست، البته این مهر رو
انیق کردن و معین کردنش در همین حالت نکاح واجب است، یعنی یکی از فرضهای نکاح است. مهر رو معین میکنند و داماد اگر مهر رو تواند بدهد این افضل است، اگر نتواند می شود که بعد از نکاح بدهد در حالتی که ولی راضی باشد. ولی وقتی که راضی شد گوید که بعد مهر رو بدتر دهد هم باکی ندارد. بعد از این مهر رو میدن که این یکی از رکنهای نکاح است، یعنی نکاحی که بی مهر است نکاح نیست، نکاحی که بی ولی است نکاح نیست. باید در نکاح ولی باشد، مهر باشد. و بعد از این یک نظر میکنم به شاهدان میگن که شما شهادت میدهید که اینو نکاح شدن، زن شوهر شدن. البته شهادت میدهند. سومین رکن نکاح لا نکاح الا بولین و شاهدی عدل. نکاح نمیشد مگر با ولی و دو به شاهد عدل مسلمان. شاهدان باید مسلمان باشد، عادل باشد. یک بینماز رو شاهد کردن جایز نیست. و بعد از این امام باید یک خطبه کوتاه بکند. این البته باید نیست، البته اگر یک نصیحت کند خوب است. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله میگوید و یک نصیحت خوبی میکند و هر دو این نوجوان رو تبریک میکند. خیلی که رسول الله تبریک میکردند و با همین مسئله رو یعنی نکاح رو به پایان میرساند. بارک الله فیکم. اما امروز در تاجیکستان نکاحی میشد که بار دیگر دختر رو میپرسند، یک چادر میمونند در یک طرف خانه دختر، در یک طرفش داماد. از دختر یک بار دیگر میپرسند که آیا داماد رو قبول کردی؟ عادتا دختر ساکت میشود، در بعضی حالتها جاهلانه سوزن میزنند که داد بگوید بله بگوید و داماد رو میپرسند. این همه بدعت و خرافات است که لازم نیست، چرا که دختر در حالت خواستگاری راضی شده بود و از نام دختر ولیش صحبت میکند. در حالت نکاح از نام دختر ولیش صحبت میکند. بارک الله فیکم. پس این بود